اومدیم نورت ونکوور، یه خونه پیدا کردم که به درد خیلی اینوستمنت میخوره. شما ببینید اینجا که وارد میشین، این محیط رو شما عملا میتونید به عنوان یه دونه بچلر اجاره بدین. همونطور که میبینین این طرف همون دستشوییشو داره مجزا، این طرف آشپزخونه داره. حالا یه خورده باید این قسمت شاید بازسازی نیاز داشته باشه، ولی میتونید اینو به عنوان یک واحد مجزا اجارهش بدین. این یه تیکشو که میاین عملا یک واحد دو خوابه هست که دو تا اتاق خواب داره، دونه همون دستشویی جدا داره. همونطور که میبینین یه آشپزخونه خیلی کامل مجزا داره. اینم خب واحد اصلی که عملا یه واحد سه خوابه هست. یه چیزی نزدیک 3800 اسکوئر فیت این خونه بنا داره، 7200 اسکوئر فیت عملا زمینش هست. یه سه خواب و دو تا حموم دستشویی. اینجا خب همونطور که می‌بینید لیوینگ رومه، یه بالکنی مجزا، یه دونه قسمت سولار خیلی جذاب داره. آشپزخونه‌ش هم که این سمت هست. یه مورد جالبم در رابطه با چیزای مالی این خونه که از اونجا که میگم برای اینوستمنت مناسبه، شما عملاً با 20% داون پیمنت چیزی نزدیک 8300 دلار ماهیانه مورگیجتون میشه، که با توجه به اینکه عملاً شما یه دونه سویت بچلر دارین، یه دو خوابه دارین و یه سه خوابه طبقه بالا، با اجاره دادنش خیلی نزدیک به اون مورگیجی که پرداخت میکنین بهتون اصطلاحاً ریترن رو برمیگرده. برای اطلاعات بیشتر در رابطه با این خونه همین الان با من سپر کنجکاو تماس بگیرید.